در شهر کویت پاکستان اعضای حزب حاکم این منطقه حزب دینی جمعیت علمای اسلام فضل به کوچه ها ریختند تا بر ضد سوءقصد به جان پایه‌گذار این حزب اعتراض نمایند. یک روز پیش هنگام برگزاری راهپیمایی این حزب انفجار به عمل آمد که بر اثر آن 3 کس کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. در شهر کابل گروه خرد با تقاضای مجازات مسئولان یک روزنامه انگلیسی زبان جمع شدند. مقاله در نشریه افغان اکسپرس دیلی توهین به دین اسلام ارزیابی شده است. سردبیر این نشریه معذرت خواهی نموده ابراز داشت که اثنای چاپ مقاله خطای فنی جای داشته است، ولی مقامات صاحب نشریه و سردبیر آن را حبس کردند. در شهر جنوبی قزل ارده قزاقستان مقامات سعی نمودند 9 عضو یک عائله را از خانه‌شان بیرون کنند تا در جای آن راه ماشینگرد ساخته شود. عائله از خانه بیرون نشد و راننده بولدوزر خانه آنها را تخریب نکرد. در جریان ساختمان شاهراه پیوست کننده اروپای غربی با چین چندین خانه ساکنان قزاقستان تخریب شدند. در گرجستان جشنواره روزهای شهر گاری برپا شد. در این چاره‌بینی فرهنگی نمایشگاه‌های نقاشی و عکس، مسابقه‌های ورزشی و کنسرت‌های مختلف مد نظر گرفته شدند. بعد از آن روزهای استراحت در پایتخت گرجستان جشنواره روزهای تبلیسی دایر نمود. شام پنجشنبه در شهر اسکوپیه یک طرفخانه همجنسگراها یا خود جماعه LGBT مورد حمله قرار گرفت. این طرفخانه 2 سال پیش 23 اکتبر سال 2012 پایه‌گذاری شده است. مسئولان حمله سنگپرتایی نموده شیشه های این بنا را شکستند. در نتیجه 2 کس مجروح شده است. روز جمعه درهای طرفخانه باز نشدند.